در قدم نخست تیم کابل شو عرض تسلیت به خانواده‌های شهدا و زخمی‌های زلزله هرات می‌گویند. گفته می شود که تیم تکنیکی کابل شو خود را به زودترین فرصت به محل وقوع حادثه رسانده تا بتواند صدای هموطنان ما را که فامیل‌هایشان شهید و خانه‌هایشان تخریب گردیده است به گوش جهانیان برسانند و کمک برایشان جمع‌آوری نمایند. برای ویدیوهای مستند از حقایق بیشتر در مورد زلزله ولایت هرات بیننده ادامه برنامه‌های بعدی چنل کابل شو باشید تا شما را از رویدادهای باقی مانده زلزله لحظه به لحظه آگاه سازیم. اینجا کسی هم مونده که چیز میکنه. فلان کوچه ببینید که این مردم به چه بدبختی گرفتارن. غیر یک بوزی زنده جان یافته کل قریه تخریب شده. دیرو که زلزله شده این او به قدرت خدا اضافه شده از زیر زمین بلند میشه، زمین شق شده اون جایی که جلوتر نشون داده. این خونه آسیب زدگانه. بیشتر تلفات هم کسته برادرها میگن که دمی منطقه شده. ارباب صاحب خود معرفی کنین شما. ما ارباب جان محمدم از قریه سربلند ولسوالی زندجان. همین زلزله که شده هم تو کل خونه همه یک سلامت نمانده. در حدود 31 شهید دادیم، 50 تا زخمی دادیم. اگر برادر که باشی ما رو دیگه هم از بین رفته. ضرورت به هر چی داریم، کمک هم به حساب همین تیرپارت خیمه آماده کمه دیگه مردم به بیرون شیشته از حساب مواد خوراکی پوشاک دیگه هیچی رسیدگی نیست. زمستان رو به پیشه به خیمه به حساب آب آشامیدنی و افر چای عمیق اینا چی رسون؟ آب آشامیدنی ذخیره داشتیم، چا داشتیم، هم به مرزه خراب شده که ما مگر از شهر کسی آب مدنی با ما آورد نورد. از 2 شب 2 روز میشود اگه چای بهم دم رفته باشه. تشکر جناب. همین ضرورت ها داریم در باشی خونه ها ویرانه به خیمه ها پرده نمیشه که به حساب اگه با ما رسیده باشه که با ما یک چهار تا خانه گفتنمت که دیواری دیدی
ان شاء الله تشکر جناب ارباب صاحب. اسم من مولای نوررحمت از ولسوالی زندجان هستیم. همین قریه کاسه به نام سربلنده. به همین قریه امروزی که زلزله شده هیچی نماده، تمام خانه ها تخریب شده، از ریشه هیچی نماده، مال ها مردم برفته، هم از حساب مالی و جانی خیلی تخریب دیده، از مال از تمام چیز که از اونها از بین برفته و همچنان 50 نفر زخمی داره، 31 نفر هم این منطقه شهید داده. این منطقه که هست 81 فامیله، 400 نفر 370 نفر نفوس تخریب دیده و این قریم خیلی تخریب دیده، همه تخریب شده، خانه ها خراب شده، هیچ کس پابرجانیه، آباش مدنی از ریشه نداره، خیمه هم کم شده، خیمه هم تالی برسیده، خیمه هم دو خونه سه خانوالا در یک خیمه زندگی میکنن. نیاز به همه چیز هستن، نیاز به همه چیز داره، نه آرد داره، از پیالی چای گرفته، از پیالیوان گرفته تا کاسه مجمع، تمام چیزی که در زندگی یک انسان ضرورت هست به اینجا ضرورت داره، چون یک خاشی بیرون نشده. همه شما مشاهده میکنیم کل دیوارات، کل خونه ها همه خراب شده و تخریب شده. ان شاء الله به خدمت ما. متوجه غیر یک بوزی زنده جان یافته هانه. کل قریه تخریب شده. شما خود اول معرفی کنید و بگین که این منطقه به نام چی هست؟ این منطقه به نام نایب رفی. چند خانه اینجا زندگی می‌کردن؟ 300. چند تا کشته؟ 360 خانه زندگی می‌کردن، 900 تا نفوس بوده، 2800 نفوس. بله جناب. چند تا زخمی شده، چند تا کشته؟ تعداد معلوم نیست. تعداد معلوم نیست. هیچ کس از خانوار خود خان کسی تعداد معلوم نداره. چیزی که دولت برده، زنده برده، مرده برده، کسی معلوم نداره. این تا به نظر شما تا حال وزیر خواب تا حال هستم آورد بالای چند 20 تا به حال گم داره. خب چیزی دیگر نامعلوم. میمون هم این جگاه بوده، 10-12 تا میمون از این جگاه جنازه بیرون کرده. و این جگاه به حساب آب و شمیدنی تانکر می‌خوایم، چوی اوف عمیق می‌خوایم، است داریم نداریم. نه این جگاه می اوزی که بود کاریز بود، مردم از این کاریز استفاده می‌کردن. حالا کاریز هم زلزله شد. شما مشاهده می‌کنید 8 قریه سر همه که 8 قریه به کلی نابود شده، یعنی هیچی بدون نمونده. این گیرم که شما مشاهده می‌کنید فعلا نفر مهم بیرون کنن از این جگاه کتاب‌ها دارن آماده کار میکنن نفر بیرون کنن. ببینید که بزین مردم هیچی نمونده، یعنی واقعا مستحق کمک بزرگترین فرصت هستن. ببینید شما این جگاه مشاهده میکنید بستان رو ببینید کلا زندگی رو نابود شده. آیا اطفال معصومه، مردم هایی که مسن و کسای جوانایی که یا به ایران بودی یا به طرف اونا باقی مونده، متوقع از تا فیل حال نی از حال جنازه ها کسی خبر داره، نی کسی فامیل فهمه که چند تا از ما مرده کی چند تا زنده. ما از کل سازمان ها تقاضامندیم که ادعا میکنیم که ما از حقوق بشر دفاع میکنیم. امروز کسایی که زرزی آمار زندگی میکنه یا اطفال معصوم یا زنهای یا مردمای بسیار سن از بالا بوده و اینجا شما مشاهده میکنید کسی در اینجا باقی نمونده. کسی که یکی از فامیل زنده مثلا یه آدم که زنده خبر داره که زن زیر به زیر آماره یا این زخمی رفته بشی یا جنازه از برده شده. اگر چند تا جنازه بیرون شده دیگه کسی معلومات نداره. و چه تقریبا به 12 ساعت و کسی در این منطقه هیچ کس نیامد. بعد از دیروز شده، دیروز تا ساعت 4 بجه ما 4 جنازه زنده داشتیم و 70 تا تقریبا بعد از دیروز ما 74 تا جنازه بیرون کردیم.
این قریه که هست به نام قریه وردکا گفته میشه که آخرین قریه و هشتمین قریه می باشه که ما ویزیت کردیم دیدیم و این مکمل تخریب شده. به تعداد 150 تا شهید داریم و 200 تا زخمی می باشد و این کلونا و این چند تای دیگه هم که هست اونا مسلمان هم گرفتار خود خوبی باشن و ما آمدیم اینجا ما رضی بگیریم و نشر به شما برسانیم. شب بدین ساعت 3:30 میشه خرجمون 11 سکن 3:30 4:30 ساعت بعد 11 بیجا من حرکت کردم به ترافیک بند شدم موتورا بند شد که بیا آمدم اینجا خبر نشدم برفتم به اونجا با خانواده پرسید که اینجا برو که بچه‌ها بزیر کجا یعنی بیا که بیل بزد اومد الله خل مرزا خونه الله خونه جمع کنه الله که مرداری جمع کنه الله همه مسلمان چی داشتی حق ما نشد مسلمان چی ما دیروز خدا صبر بده خدا صبر خدا من صبر الله خدا من جای نار جنت کنه اینا بکار اونا بکار داشتن اونا شهیدای هم اونا روز محشر هم به دردم شما خدا خیر اونا به دنیا و دنیا به دردم شما نظر کاخاتی که میتم نواسه طبقه شیشتی بود همیشه به کلا که دیوار نه همیشه دم اما شما در شکر خدا مرد خدا اینا با ما خدا بود پس امتحان خدا بدی که سر ما و شما هست پروین هست این باید ما شکر بکشیم بازم اگه همه به زیر نکت چکنیم همین بچه هم اینجا مگه ما بلند قلیل مگه زمینی تا وام میشه پس جمع میشه سبحان الله ما ببین چیزم ببین داشت بود اونجا چیا رفتیم برو آنتن حالت ضعیف خب کار نمیکنه صدا شما فهمیدن نمیتونه هم میکنم دیار بگردید بازم میره زیر مخا چرا واقعا دیار داشته باشه زیر مخا علی شکر الحمدلله اگر دیروز میرسید دیروز نرسید اینجا منطقه ما خیلی ناپدیده بیا آمدی به سنجار بنش راه نبود صدا شما نمیفهمم شما باز زنگ میزنید خدا واقعا که الله دختر رو ببینید یک بلوک را بلوک مادر او تجسید الله که تیرش الله صبر دو تا میره شال بدار که دو تا گو نتمسم شال شدم و برای تو اینجا پیار رو بخونی خوار میده اونجا نتمسم بدار بزید اصلا بون الله که جمعی علا صبر خدا خدا کرده سرمان شما اگر میرسون نبودی که همه فیضانه الله که میرسون برسید اجل نرسید خدا بدر کردم تا اینجا شدید تا اینجا پیار رو خونه خوار دیگه همیشه به نظر شما هستی که مثلا به زیر خاک باشه؟ به زیر خاک اینجا نیه فقط یک کودک همونجا گم به مکتب بوده به درای بوده به دشت بوده با بلند قلم مسلمان ها به ایران بوده کسی نبوده حالا ملغای خدای منتاب بمانده بیج نیه تا مردم سرپناهی به شما باید یک سرپناهی خونه زده شما ما یک جای بزی خیمه گکو اینو هیچ اینجا بسیار باستونده اینجا خیلی خونه که باز از بسیار شده امرو روز از تو روز گرم یک باشه پناه به خدا ان شاء الله بزرگترین فرصت به شما رسیدگی میشه پناه حضرت الله ان شاء الله دوستی نداره مکمل قریه تخریب شده الله تیلیاس این وسایل یک نمادی هم بوده ولی کلا همه قریه نبود شد چیزی که به زودنا باقی مونده انمینوه فقط این فقط یک دکونه بوده و یک سرای بوده میجی انمی چیز برای اینو باقی مونده 12 تا جنازه هم از اینجا بیرون شده از همین رئیس شورای منطقه
12 تا جنازه از همین اسکواتر کشید. یک دست رو بده که پای بود و چند جنازه کرد. 12 ببینید که واقعا اینو نیازمنده به کمک. یعنی هیچی به زونو نمونده، تا می ایوونو تلف شده. به زیر کله‌های معلوم میشه. مرکز زلزلگی آسیا، قریه آسیا آب، مرکز زلزله همین قسمت ها ببینید که کلا همین آسیا آب ویرون کرده. کلا قریه آسیا آب مرکز زلزلگی این خاک برزنم اینجا برزنم فاش کنه میشه میگم قریه بنو قریه کشکک یاد میشه. بخش ولسوالی زندجان. خدا کنه که به زودترین فرصت برای از اینا امکانات موثر شه. یعنی واقعا نیازمنده. خیلی خرید. Venga. منطقه بالا و منطقه پایین داره. ما منطقه بالا بیان منطقه پایین تمام زلزله زدگان، مرکز زلزله زدگان از این جگاه تمام مردم بیچاره و ویران شده. این مال و اموال این مردم این قریه بدبخت بیچاره است که از اینا باقی مونده. یعنی دیگه به اینا هیچ چی باقی نمونده جز از اینا. به بیشترکی اینا هنوز میگم به زیر خونه هستن. کسی هم خبر نداره که چه کار است، کجا هست.